تصور بکنید از سر کار خسته برگشتید، ولی به جای اینکه خودتون برید غذا درست بکنید، خونه رو مرتب بکنید، یه چیزی میاد جلو شما به شما خسته نباشید میگه و بهتون میگه که من غذا رو درست کردم، خونه رو کامل مرتب کردم. من در مورد همسر صحبت نمی‌کنم، دارم در مورد ربات‌های انسان نما صحبت می‌کنم که مثل انسان‌ها میتونن راه برن، ببینن و تصمیم بگیرن. حالا ولی سوال اصلی اینجاست، مغز این ربات‌ها چطوری کار میکنه؟ چه اتفاقی باعث میشه که مثل یک انسان عمل بکنن؟ سلام و ارادت کردم از شما، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قراره در مورد ربات‌های انسان نما صحبت بکنیم، ربات‌هایی که مثل انسان‌ها میبینن، میشنون، حرکت میکنن و تصمیم میگیرن و تحلیل میکنن محیط اطرافشون رو، ببینیم که اصلا چه اتفاقی باعث میشه، چه تکنولوژی باعث میشه که اینا بتونن انقدر دقیق این کارا رو انجام بدن و بتونن خیلی شبیه به انسان‌ها عمل بکنن. و این ربات‌هایی که قراره توی آینده بخش اصلی از زندگی ما بشن و خیلی از کارهایی که واسه ما سختن رو بیان به جای ما انجام بدن. پس حتما ادامه ویدیو رو با من همراه باشید تا ببینیم کلا فرایند کاری این ربات‌ها به چه شکلی خواهد بود. اول از همه بیاد ببینیم اصلا ساخت ربات‌های انسان ما چرا انقدر سخته و چرا خیلی زود وارد زندگی ما نمیشه. هی از چند سال قبل می‌دارن میگن ربات انسان نما و فلان و اینا، ولی هنوز ما تو زندگیمون به اون شکل این ربات‌ها رو ندیدیم و اون تعریفاتی که ازش داشتیم هنوز به جا در نیومده. شاید فکر کنید که چیز سختی نیست و برای یه چند تا فلز و هم دیگه وصل می‌کنن، دست و پا می‌سازن و موتورم توش میندازن و دیگه کار می‌کنه واسه ما، ولی داستان خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. کلا انسان‌ها به این راحتی، به این شکلی که الان ما هستیم نبودن. میلیون‌ها سال قبل انسان‌ها مثل الان که راه نمیرفتن، مثل الان که تصمیم نمیگرفتن، همه چیزشون متفاوته و بعد از چندین میلیون سال و تکامل انسان‌ها به این شکلی که امروز هستیم ما در اومدیم و توی راه رفتن خیلی ساده که یکی از ساده ترین چیزا واسه ما و تو روزمره بارها داریم این کار انجام میدیم، مغز ما میلیون ها محاسبه انجام میده و کلی پردازش انجام میشه تا این راه رفتن به بهترین شکل ممکن انجام بشه. اما توی ربات‌ها این دیگه مغزی وجود نداره و به جای اینکه مغز این کارا رو انجام بده، سنسور و پردازنده و الگوریتم این کارا رو انجام میدن. حالا بیاید با هم دیگه ببینیم اصلا این مغز ربات‌ها چجوری ساخته میشه. مهمترین بخش همه ربات‌ها همون مغزشه که شبیه مغز انسان همونطور گفتم نیست و خیلی فرق داره. مغز ربات‌ها مجموعی از کامپیوترها، هوش مصنوعی، سنسورهاست که با استفاده از اونا میاد و دور و برش تحلیل میکنه و پردازشش میکنه. برای مثلا وقتی لیوان رو روی میز میبینه، اون مغز و اون پردازنده و اون سنسور و کامپیوتر باید تشخیص بده که آقا این چیه، اولا کجاه و چجوری باید اونو بردارم، یا اینکه مثلا چقدر نیرو وارد کنم وقتی که میخوام بردارم اینو نشکنم، و همه اینا رو باید به صورت همزمان پردازش بکنه و خطایی هم نداشته باشه تا بتونه شبیه یک انسان عمل بکنه. در واقع چشم‌های این ربات‌های انسان نما کلی سنسور و دوربین هستن که میتونن محیطشون رو ببینن. برای مثال با استفاده از تکنولوژی بینایی کامپیوتری میتونن محیط خودشون اسکن بکنن و هر چیزی که داخلش هست رو ببینن و تشخیصش بدن. مثل همون مثال لیوانی که زدم و میتونن ببینن کامل تمام اون سوالاتی که باید از خودشون بپرسن و با استفاده از سنسورایی که داخل خود اون ربات وجود دارن بپرسن و بهترین انتخاب و بهترین تصمیم رو در رابطه با اون موضوعی که پیش روشونه بگیرن. حالا که با مغز ربات آشنا شدیم، بیاید ببینیم اینا چجوری حرکت میکنن. بدن انسان خب چند صد تا استخوان عضله داره که با استفاده از میتونه حرکت بکنه، ولی داخل ربات‌ها که استخوان عضله وجود نداره و اونا باید بیان از یه سری موتورها استفاده بکنن. یعنی بخش‌های مختلف ربات‌ها مثل دست و پاش یه سری موتورها وجود دارن که اصطلاحاً بهشون میگن عملگر یا اکچویتور، که میشه گفت عضلات مصنوعی اون ربات‌ها هستن، یه چیزی شبیه به عضلات انسان که با استفاده از اونا عمل حرکت کردن و راه رفتن رو انجام میدن. ولی چالشی ترین بخش ماجرا راه رفتن این ربات‌هاست. ما وقتی خب بخوام راه بریم خیلی کار خاصی انجام نمیدیم، فکر خاصی نمی‌کنیم و خیلی ارادی بلند میشیم، اما خواستیم حرکت می‌کنیم و راه میریم، ولی داخل ربات‌ها به این شکل نیست و وقتی که اونا بخوان راه برن باید کلی پردازش انجام بشه و دائما اون سنسورها بیان و از خودشون بپرسن که آقا وزن بدن الان کجاست یا چجوری کاری کنن که تعادل حفظ بشه، و اگه خب تعادل به هم خواست بیفته چیکار کنه که از این اتفاق جلوگیری بکنه و تعادل خودش نگه داره. و مجموعه این کارها باید همزمان و دائما پشت سر هم انجام بشه تا اینکه ربات بتونه راه بره و چالش بزرگ واسه مهندساست. اگه این ربات ها مغز داشته باشه، بتونه دست و پا داشته باشه، حرکت بکنه، باید حواس پنجگانه هم داشته باشه که شبیه انسان عمل بکنه. اگه مغز اون ربات ها رو بدون کامپیوتر بدونیم، حواس پنجگانه ربات همون سنسوراش هستن.
مثلا واسه اینکه ببینه سنسور دوربین داره، واسه اینکه بشنوه سنسور میکروفون داره، واسه اینکه تماس رو احساس بکنه سنسور فشار داره، یا واسه اینکه وضعیت بدن خودش رو بدونه سنسور تعادل داره. برای مثلا وقتی که شما بخواید حالا به هر دلیل یه لگد بزنید به ربات، اول اصلا با سنسور دوربینی که داره میبینی که آقا داره یه لگدی بهش شلیک میشه و همزمان با اون لگد به شما بخواید بهش فوش بدید، سنسور میکروفونی که داخل خودش داره تشخیص میده که شما دارید بهش فوش میدید. و سنسور فشار هم وقتی که شما لگدتون به اون ربات اصابت کرد تشخیص میده که آقا یه تماسی با من انجام شده. و سنسور تعادل هم وضعیت بدنش رو نشون میده که آقا بعد از اون لگده خب یه پاش از دست رفت کنه، یه پاش رفت یا یه مشکلی واسش به وجود اومد و کلا مجموعه اینا دست به دست نمیده تا تشخیص بده که آقا یه فوش و لگد همزمان به طرفش اومده و خورده و یه سری تلفات هم واسه خودش به وجود آورده. ما همین الان مثل ربات ها تو زندگی خودمون داریم و داریم ازشون استفاده میکنیم، اما چیزی که این ربات های انسان نما رو از بقیه ربات ها متمایز میکنه هوش مصنوعیه. رباتایی که قبلا بودن یا همین الان شد ما میخوایم ازشون استفاده بکنیم یه سری کارهایی رو که از قبل برنامه‌ریزی شده هستند رو انجام میدن. مثلا بهشون میگه اگه مثلا من فلان دکمه رو زدم تو حرکت بکن، اگه فلان چیز اتفاق افتاد تو فلان کار بکن. دوستان که برنامه‌نویسی کردن میدونن دارم دقیقاً چی رو میگم. ولی امروزه ربات‌ها با استفاده از هوش مصنوعی علاوه بر اینکه میتونن یه سری کارا انجام بدن، میتونن تحلیل بکنن و یاد بگیرن و حتی از تجربه‌های قبلی خودشون استفاده بکنن، اون رو به کار بگیرن. مثلا اگه اتفاقی تو گذشته واسهشون افتاده اونو به یادشون بیارن و با استفاده از اون بتونن عملکرد بهتری داشته باشن. اگه اتفاق بدی بوده خب دیگه سمتش نرن و یاد بگیرن و بتونن عملکرد بهتری واسه ما داشته باشن. همین الان هم یه سری ربات‌ها هستن که دارن کار میکنن، مثل ربات شرکت تسلا به نام آپتیموس که شاید بارها تو اینترنت دیده باشی، شرکت فیگور ای آی یا ربات باستون داینامیکس که همه اینا وجود دارن. شاید تو اینستاگرام یوتیوب اینا دیده باشید که ویدیوهاشون رو میذارن و چقدر شبیه انسان دارن میشن و این اگه به شاید هزینه ساختشون کمتر بشه و بتونن بیشتر شبیه به انسان بشن و به تولید انبوه برسن، خیلی از کارهای انسان رو بتونن انجام بدن، یه جایگزین خوب واسه بعضی از شغلایی که واسه انسان سخته بتونن بشن. پس ما توی آینده ربات‌هایی خواهیم داشت که میتونن کمک دست ما انسان‌ها باشن، کارهایی که ما انسان‌ها شاید قادر نباشیم انجام بدیم و واسمون سخت باشه رو به جای ما انجام بدن، بتونن به سالمندا کمک بکنن یا یه دفتر شخصی واسه ما باشن و خیلی میتونه چیز جذابی باشه، زندگی رو خیلی راحت‌تر بکنه. انسان‌ها سمت تنبل شدن میره. همین الانم داریم میبینیم که خب انسان‌ها نسبت به قبل و چند صد سال قبل تنبل‌تر شدن، خیلی از کارها رو داره تکنولوژی واسهشون انجام میده و این قطعاً بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. اما بخش ترسناک ماجرا که همتون هم در موردش شنیدید و دیدید توی فیلم‌های علمی تخیلی هم بارها بهش اشاره شده، این که ربات‌ها از کنترل ما خارج بشن و بیان به انسان‌ها آسیب برسونن، حتی نسل انسان‌ها رو نابود بکنن. چیزی که خب احتمالش هست. حتی ایلان ماسک و کلی دانشمند دیگه هم در موردش هشدار دادن و اگه این داستان کنترل نشه ممکنه که واسه بشر مشکلات زیادی درست بکنه. در کنار اون هم یه چیز دیگه هم وجود داره که یه سری انسان‌های شرور و جنگ طلب بخوان از این ربات‌ها واسه جنگیدن استفاده بکنن، واسه منافع شخصیشون بخوان از این ربات‌ها استفاده بکنن و بقیه آسیب برسونن و خسارات جبران ناپذیری رو به کره زمین و محیط زندگی ما برسونن. ولی خب باید ببینیم، منتظر بمونیم ببینیم تکنولوژی تا چه حدی پیشرفت میکنه، یا میشه کنترلشون کرد، یا اینکه به وسیله همین ربات‌ها که توی فیلم‌های تخیلی هم بهش اشاره شده بود نسل ما از بین خواهد رفت. همین تکرارم در مورد ربات‌ها به شما توضیح بدم که چطوری کار میکنن، عملکردشون چجوری. امیدوارم که واسهتون این ویدیو مفید بوده باشه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خیلی خوشحالم می‌کنید کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و واسه دوستاتون هم بفرستید. نظرتون هم داخل بخش کامنت ها واسم بنویسید که نظرتون چیه، آیا واقعا این ربات میتونن زندگی ما رو به خطر بندازن یا اینکه مثل بقیه دیوایس هایی که ما داریم میتونن زندگی رو واسه ما راحت تر بکنن. همین تا ویدیو بعدی، خیلی مخلصم. خدا نگهدار.